امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کادرهایی که در مقامات سود عالی اقتصادی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر دوشنبه، ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان به وظیفه تعیین گردیدند ملاقات نمودند. مطابق بند 8 ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درباره بازخوان نمودن تقاضاده عبدالقهار سعید مراد از وظیفه سودیه سود عالی، از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی بازخوان نمودن قاسمزاده سلیمان آی محمد با سبب به کار دیگر گذاشتند. درباره معاون رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن تقاضاده عبدالقهار سعید مراد، معاون رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن قاسمزاده سلیمان آی محمد، با وظیفه های سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن سعیدزاده مرزیه فیضعلی، بابا خانزاده اسامالدین، شکرزاده نظرالله تقای بابا، امانزاده نماز شریف، شیرزاده جورابک سنگین مراد، قربانیان سفرعلی علی خان، نظرزاده دوران قوت، دولتزاده اسماعیل رحیم و به وظیفه های سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن برادزاده زمرد محرمیان، سعیدزاده زلفیه سعید. پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. شریفی بختیار با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از وظیفه رئیس ناحیه ولایت ختلان آزاد گردیده، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه، گوریزاده امید رئیس ناحیه سینا و سفرزاده دلشاد غنی رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تعیین گردیدند. ولیزاده اکرام‌الدین که تا امروز در وظیفه رئیس ناحیه کشانیان فعالیت داشت به وظیفه رئیس ناحیه یاوان، خالزاده محمد شریف رئیس ناحیه کشانیان و امیرزاده محمود رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین گردیدند. در موافقت با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان افضلشاه مسلمه اسکرشاه به وظیفه معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردیده، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شکرزاده اسفندیار معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولین مقامات سودی دایر به حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، تامین عدالت سودی و ولایت قانون سپارش و توصیه ها داده در نزد کادرهای به وظیفه های راهبری در مقامات مرکزی و محلی حاکمیت دولتی تعیین شده نیز وظیفه های مشخص گذاشتند. تاکید گردید که حفظ منفعت های دولت و مردم کشور همیشه باید در جای اول گذاشته شود و وظیفه های خدمتی خود را با حس بلند مسئولیت شناسی و صادقانه و صافدلانه اجرا نمایند.